مهم میخوام سکوت بود. من یه تشکری داشته باشم از همه دوستان رسانه‌ای، از همه هوادارانی که توی این مدت همراه ما بودن بدون دریافت مبلغی. هر وقت که بهشون زنگ زدیم همراهی کردن بی‌منت با باشگاه داماش، باشگاه خودشون. حالا منت سر بنده گذاشتن. یه تشکر را میکنم از اتوبوسرانی شهر رشت که همه بازی‌های خانگی ما اتوبوس گذاشتن، در حالی که به دیگر دیدارهای خانگی تیم دیگه رشت اصلا اتوبوس گذاشته نشد. یه تشکر را میکنم از بچه‌های کمیته رسانه‌ای باشگاه که برای اولین بار کل بازی‌های فصل رو ما لایو رفتیم با کمک همه دوستان. خواستم یه تشکر فقط این موارد داشته باشیم و نهادجویی هیئت فوتبال، نهادجویی اداره کل. اگر از این به بعد من کنار تیم ندیدی تعجب نکنید. من به عنوان هوادار تیم برای این تیم آرزوی موفقیت دارم و همیشه به عنوان یک هوادار کنار این تیم هستم. ممنونم. دست همگی در نکنه.